والسابقون السابقون والسابقون السابقون المبادرون أولئك المقربون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. الله أكبر. سرنا بعون الله منهاجنا تقوى. سرنا بعون الله والسابقون السابقون والسابقون السابقون. پیشروندگان سابقون یا پیش هستند در جنت داخل شدن. این سه طایفه شد. سابقون در بین ما و شما و دیگه اصحاب المیمنه و دیگه اصحاب المشأمه. سه طایفه است. یکیش سابقون است. سابقین که از همدیگه سبقت میگیرند، از همدیگه پیشی میگیرند. مراد انبیا هستند، صدیقین هستند، شهدا هستند، خاصان هستند. الله خواص را بیان میفرماید. و السابقون کسایی که پیش دستی کننده هست در دنیا در تمام اعمال خیر، در تمام اوامر الله تبارک و تعالی. السابقون و پیش شوندگان است در دخول جنت هم کسایی که در دنیا سبقت کرده و در اون جمع پیش میشه. از اینجا معلوم میشه قرآن میگه که سابقون، سابق کسی را میگه که از هر که در اول لمبر در کار نیک اقدام میکنه، در هر معامله، در مسجد اول لمبر رفته، در نماز اول لمبر است، در صدقه اول لمبر است، در روزه اول لمبر است، در کمک کردن اول لمبر، در اخلاق و روش نیک با پدر مادر اولاد همسایه کلگی اول لمبر. از کل که در پیش دست است. کسی از این پیش شده نمیتونه. ایرا سابقون میگن. اولئک المقربون. اینها مقربین دربار رب العالمین هستند. اولئک المقربون فی جنات النعیم. اینها در باغاتی هستند که سراپا نعمت، یعنی از اول تا آخر بغیر از نعمت چیزی دیگه شما نمی بینید. خب اینها چقدر هستند جمعیتشون؟ الله می فرماید ثلة من الاولین و قلیل من الاخرین. ثلة من الاولین، گروه بسیار از اولین است، و قلیل خیلی کم است من الاخرین، از دیگران، از پسینا، کسایی که پشتی سر آمده. مراد از اولین در اینجا دو قول است. یک قولی است که مراد از اولین انبیا علیهم السلام است، از سابقه، و مراد از آخرین امت پیغمبر علیه السلام است. انبیا علیهم السلام و صحابه انبیای سابق خیلی زیاد هستند. چرا که او چقدر انبیا است و چقدر هر کدامش اصحاب داره، همراه ها داره، قطع از یک جای میشه. امت پیغمبر علیه السلام که آخرین است، ای اگرچه در ذات خود زیاد است، خب به نسبت او طایفه ها کم است. چرا وا مجموعه است، کلگی یک طرف،
و این طرف امت پیغمبر علیه السلام است، به نسبت از ای کم است، اما در ذات خود یا زیاد هستند، چرا که اصحاب پیغمبر علیه السلام خیلی زیاد الحمدلله اولین می باشد. دوم قولی است که مراد از اولین صحابه خودی پیغمبر علیه السلام است، او مراد از آخرین هر کسی که به نقش و قدم پیغمبر و صحابه قدم گذاشته، امو عقیده را داره و امو عمل انجام داده، تابعداری مکمل کرده، ای از جمله آخرین است. از این معلوم میشه که اولین خو کلشان بوده و زیاد بودن، چرا صحابه خو واقعا زندگی را در روشنی تعلیمات پیغمبر علیه السلام پیش برده و زیاد هستند، اما از آخرین پشتی سر آمدنیا این مردمای خیلی کم است. این مردمای هستند که در مقابل تمام دروازه ها سنگر گرفته، از هر طرف چیست دروازه خواهش، هوا پرستی را، قوم پرستی را، تنظیم پرستی را، نعوذ بالله مذهب پرستی را، کلش بند کرده، بند مقابله کرده، یا بسیار کم مردم پیدا میشه. واقعا امروز طرفدار حق و کسی که یقینا از حق دفاع میکنه بسیار کم مردم دیده میشه. بعضی خود مسئول نمیدانه که گپی حق به کس برسان میانه، و بعضی میگن نه تا که ما خود در جنجال پرتیم در پیشی مردمی گپا را بگویم، برو زندگی آرام پیش بکو. از او خاطر سابقون کسایی که اول در جنت داخل میشه و در طایفه های آخری امت پیغمبر علیه السلام خیلی کم است. ابن کثیر رحمت الله علیه این قول ترجیح داده و میگه که درباره امی امت پیغمبر علیه السلام است. این سابقون، این مقربون یک دسته بزرگ هستند، سلله دسته بزرگ را میگن، از اولین از پیشینیان و قلیل من الاخرین، از آخرین تعداد کمی هستند. پس ببینید یک تفسیرش که ظاهرا هر کسی نگاه میکنه همینه که ثلتون دسته بزرگ، یعنی از امتهای پیشین و از امت ما کم هستند. گرچه دل انسان یه مقداری نگران میشه، ولی خب توجیهی هم داره، اون اینه که در این امت ما یک پیغمبر بوده صلی الله علیه و سلم، اما در امتهای دیگر هزاران و ده ها هزار پیغمبر بوده. پس اونا همه انبیا را نگاه کنین، صدیقین اونها را نگاه کنین، جمعیت خیلی زیادی هست. به این خاطر در مقربین از امتهای پیشین بیشتر است و از این امت خاصان که تعدادشون زیاد نیستند اینها هستند. اما بعضی معتقدند که مراد از ثلة من الاولین و قلیل من الاخرین، اینجا بحث امتهای دیگه نیست. اولین یعنی اولین همین امت، آخرین همین امت. یک مجموعه بسیار زیادی از امتهای اولی که صحابه و تابعین و تابع تابعین هستند و قلیل من الاخرین، و از آخری چی است؟ بسیار کم میره، 5%، 10%، اگر جنتی باشه 90% دوزخی است. الله حفظ کنه، چقدر خطرناک است. منظور این است که جمعیت بزرگی از اولین، از خیر القرون، از زمان رسول الله، از زمان صحابه، تابعین، تبع تابعین، از اون زمان در میان مقربین مقرب زیاد است. اما انسانهای آخر الزمان الله نجات بده همه در فتنه ها گرفتار هستند، اصحاب الیمینشون هم کم هستند، اما مقربین که خیلی کمند. چنانچه تفسیر مظهری نوشته فالقول الثانی فی هذا المقام و هو الراجح. تفسیر ابن کثیر نوشته قول راجح هم همینه، و هو ان یکون المراد بقوله ثلة من الاولین، دسته بزرگی از اولین، یعنی من صدر هذه الامه، از صدر این امت، از اول این امت دسته بزرگی است. و قلیل من الاخرین ای من هذه الامه، از این امت آخرینشون کم هستند. علی ای حال على سرر موضونة، ای کسایی که جنتی هست الله متعال میگه علی سرر موضونه، بر تختهای هستند که موضونتن، از زر اینا بافته شدن، از زر ساخته شدن، یعنی تختهای
طلای خالص. مودونت، کوچایی که مودونت زر بافته شده می باشه. متكئين عليها متقابلين. یا تکیه زده می باشه بالایشان، متقابلین رخ برخ. ایتو نمیشه که پشت بکنن. تکیه دادن بر آن تختها، متقابلین روبروی هم هستند، نشستند و صحبت میکنند، جلسه دارند. تکیه میکرده باشن به این تخت ها، متقابلین، دوستانه با یکی دیگر روبرو میشن. يطوف عليهم ولدان مخلدون. به اینا گردش میکنن خدمتگارها، گارسونهای از یا کی از خدمتگارایشان؟ ولدان، نوجوانای هستن مخلدون که دائم در خدمت از اینا هر لحظه می باشن. یطوف علیهم ولدان، گردش میکنه بالای نمی جنت یا امی سابقون، ولدانون بچه ها مخلدون که همیشه ماندگار هستند در اونجا. مراد از ولدان بعضی میگه که اولادی که در سن بلوغ نرسید از مشرکین است که الله واره خدمتگار جنت مقرر میکنه. بعضی میگه نه، مراد از ولدان یک نوع مخلوق است که الله مثل حور واره در اونجا پیدا کرده و برای خدمت پیدا کرده. یطوف علیهم ولدان مخلدون، بر آنها دور میزنند، میچرخند بچه هایی که مخلدون، همیشه بچه هستند، اونا یه وقتی بزرگ نمیشن چون اونا برای خدمتند، به همین سن خدمت میمانند. بأكواب وأباريق وكأس من معين. بأكواب و اباریق، با جامهای و اباریق جمع ابریق است. ابریق اون ظرفی را میگویند که تو اون نوشیدنی چیزی میگذارند، شراب چیزی میگذارند و خرطوم داره، لوله به اصطلاح داره، خرطوم داره، له خرطوم. و کأس من معین، و همچنین جامی از شراب خالص، از شراب خالص اونجا برای اونها هست. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. از شراب صاف و پاک جنت. ات شراب صاف و پاک جنت است که لا یصدعون عنها، که سردرد نمیشن. صدا سردرد دیرم میگن، چون این شرابای دنیایی اول بسیاری کسا را سردرد میکنه. الله متعال میگه او شراب پاک هست که سردردی نداره. ولا ینزفون، و او کسی را مست و خونریزی هم نمیکنه. نزیف چی میگه؟ همین استفراغ و خونریزی و بعضی چیزا. بعضی کساس ببینه که شراب میخورن، نه کالای خودم چتل کرده و لباسهای خودم چتل کرده و بوی و گندگی هم هست. الله متعال میگه از شراب جنت که است این چیزها، چون شراب پاک است و صاف است و حلال است. لا یصدعون، از این شراب که بخورند الله میفرماید لا یصدعون عنها ولا ینزفون، سردرد نمیگیرند از آن. ولا ینزفون معنیش اینه که سرگیچه هم نمیشوند. ای لا تصدع رؤوسهم من شربها، سرشون درد نمیگیرد از نوشیدنش. ولا یغلب على عقولهم ولا یسکرون منها، بر عقلشون غالب نمیاد، سکر و نشگی بر اونها نمیاد. و فاکهة مما یتخیرون. گردش میکنه امی ولدان، امی بچه ها بالای جنتی ها به میوه ها، مما از میوه ها یتخیرون که و اختیار میکنن، خوش میکنن. و لحم طیر مما یشتهون. و گوشت پرنده های مختلف مما یشتهون، از هر قسم پرنده زیبایی که اونا چی داشته باشن، اشتها داشته باشن. و چکر میزنن، گردش میکنن به اوتر گوشت های پرنده ها، مما از گوشت های اشتهون که یا خوش میکنن، اشتهایشان میا سری جنتی ها اونمو خادما میگردانن. گوشت پرنده، اون گوشتی که دلشون بخواد. پرنده شکاری خیلی گوشتش لذیذه. و حور عین، و همچنین برای اونها حور هست، حوری هایی که چشم های درشت دارند. و حور عین، دیگه حور هست که عین چشمای بزرگ زیبا دارن، که حور هستن عینون که سفیدی و سیاهی چشمش خیلی سفیدیش خیلی سفید، سیاهیش خیلی سیاه. یا مراد از عین کلان چشم هستن. كأمثال اللؤلؤ المكنون.
مانند دانه های مروارید پوشیده، حوری هستند با سطر، با حیا، با حجاب. و مثل مروارید هایی که در صدف می باشه، پنهان می باشه، یعنی خیلی شفاف. مثل مرواریدی که پوشیده شده و مخفی شده. چون مروارید خیلی چی هست؟ خیلی درخشنده است، زود غبار بر او منشیند. لذا کسی که واقعا قدردان مروارید باشد، قدردان طلا باشد، اون را چکار میکند؟ در همون جعبه مخصوصش میگذارد، در اون بقچه مخصوصش میگذارد که گرد و خاک نگیرد، غبار ننشیند. وقتی که اون بقچه را باز میکنی، جعبهش را باز میکنی، سبحان الله چه درخشندگی دارد. پس که امثال لؤلؤ مکنون. یک تشبیه دیگری هم عرض بکنم که خانم هایی که الله به اونها دستور داده در این دنیا حجاب داشته باشد، مثال اونها هم در همین دنیا لؤلؤ مکنون است. یعنی اون مرواریدی که واقعا می درخشد باید در بقچه بماند. هر چیزی که ارزشمند باشد او را چیکار میکنم؟ تو بقچه میگذارم. بعضی مردم هستن که چیزهای خودشون را ارزش میدن، مثلا یکی سکه‌ای دارد، طلایی دارد، تو 3 تا پوش میبنده، 3 تا بقچه و 3 تا عرض کنم غلاف برای اون چی میکند؟ درست میکنه. از این باز میکنی تو دیگری هست، از او باز میکنی تو دیگری هست. لذا پس کسانی را اسلام گفته که در پرده بمانند که واقعا ارزشمندند، واقعا اسلام برای اونها ارزش قائله، مثل مروارید هستند، مثل لؤلؤ مکنون هستند. ارزشی که داشته نباشه هر جا خودش را نشون بده. جزاء بما كانوا يعملون. این سبب ظاهری هست، این جزا و پاداش به سبب عمل کردشون هست. جزاء بما كانوا يعملون، این پاداش هست به سبب آن چیزی که جنتی ها عمل کرده بود در دنیا. این پاداش یا عوض امو اعمالی که در دنیا انجام داده. سرنا بعون الله منهاجنا تقوى. سرنا بعون الله والسابقون السابقون والسابقون السابقون المبادرون أولئك المقربون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون.